سلام بچه ها، من بالاخره بعد از سه ساعت تونستم اینو بسازم و واقعا قطع شده، انگار یه جوری شده و با اینم تونستم بسازمش و الان تونستیم اینو بسازیم. بچه ها اینو کندم اینطوری شد، نمیدونم عجیبه، ولی اگه بر شما این اتفاق افتاده بود بگید. کلا سیستم لک شده به خاطر اینکه اینو ساختم و کلا کار نمیکنه. بچه ها ممنون میشم این ویدیو رو ساب کنید تا من ببینم میتونم سیستممو دوباره به حالت قبلیش برگردونم یا نه. بچه ها واقعا من ناراحتم برای سیستمم، بالاخره اینو بهتری کنیم ببینیم حالا چی میشه فعلا. وای بچه ها خواهش میکنم این ویدیو رو ساب کنید، نمیدونم چرا اینطوری شد. بچه ها کل صفحه سیستم کلا سوخت، چون واقعا نمیخواستم این اتفاق بیفته ولی صفحه سیستم سوخت و اینجا رو دارم با این چات حرف میزنم. خدا نگهدار.